دانستنی‌های نمکی. شاید دیده باشین یه عده از نمک دریا و سنگ نمک برای خیساندن برنج استفاده میکنن. برخلاف تصورشون این کار اصلاً باعث سلامتی بیشتر نمیشه. نمک دریا و سنگ نمک تصفیه نمیشن و با آلودگی‌های توی طبیعت به دستتون میرسن. اونا ناخالصی‌های زیادی هم دارن. فلزات سنگین مثل جیوه، کادمیوم که زیاد شدنش توی بدن باعث آسیب‌های جدی به کبد و کلیه میشه. چون نمک دریا در معرض آفتاب قرار میگیره تقریباً هر چی یود داره از بین میره و مصرف یود کافی رو به بدن نمیرسونه. این خودش باعث بیماری‌هایی مثل کمکاری تیروئید و گواتر میشه. یود یه عنصر مهمه که باید به موقع و مقدار کافی به غده تیروئید ما برسه تا رشد جسمی و ذهنی و سوخت و ساز کاملی داشته باشیم. چون آب و خاک و محصولات کشاورزی ایران یود کافی ندارن، کم خرج ترین و بهترین راه که همه بتونن یود دریافت کنن، استفاده از نمک تصفیه شده یود داره. حالا چرا یه سری نمک‌ها صورتی و بنفش میشن؟ آیا مواد معدنیشون بیشتره؟ در واقع به دلیل وجود یه سری عنصرها مثل آهن و پتاسیمه که این نمک‌ها رنگی هستن و مقدارش هم اونقدر کمه که جذبش ناچیزه. پس هیچ تفاوتی با نمک دریا یا دریاچه ندارن و برای سلامتی مضرن. درسته نمک‌های صورتی و آبی و سنگ‌های بلوری خوشگلن، ولی سلامت کبد و کلیه و تیروئید آدم مهمتر نیست؟